اکای صالح جان خبرنگاری تاجیک هستند که در سمرقند زندگی میکردند، حالا مقیم نیویورک هستند و فکرم بار اول با ایرگردکی تاجیکانی تاجیکستان همراه شده. درست؟ خب اکای صالح جان، من به شما میخواستم امینه بگم که در میان تاجیکان تاجیکستان یک رسم است که حتما در روز عید بعضی غذاهای مخصوص آماده میکنند. یکی از اینا حلوا است. یعنی این حلوای تر است. این خصوصیت این حلوا این است که در تمام منطقه های تاجیکستان همین حلوا آماده میکنند. ببینید دوستان عزیز، بله مخصوص روز عید و ببینید بعد با زنها اینا با قاشق آرایش میدهند و در قسمت سوخت هم اینا آماده میکنند، قسمت ختلان، بدخشان و خیلی یک رمزی گویم که عید است و خیلی بامزه است. و باز ما حلوای سفید داریم. ببینید دوستان عزیز، حلوای سفید یا اینکه حلوای سفیدک میگن. درست؟ حلوای سفیدک میگن. این از روغن مسکه و ارد و شکر ارد کرده شده آماده میشود. خیلی جرایر آماده کنیش دشوار است و این حلوا رو باشد مخصوصا در قسمت جنوب آماده میکنند، یعنی قسمت ختلان، درواز، ونج، بدخشان و بعضا این رو در فصل زمستان هم آماده میکنند چون که مزاجش خیلی گرم است. برای همین اگر خواهید چشم و بعد بگید که کدامش خوب است و شما کدامش پسند آمد، چون که هر دوش با مزه است. شرایط خانه با تیار کردن. بله این شرایط خانه با هنرمند شدن در کار نمیبره. نه این از زنهای این زحمت زیاد طلب میکنه. زحمت زیاد طلب میکنه. بانویت میتونه دیره کرده که کدبانوی خوب است. خوراکای ملی را خوب پخته میتوند و همین حولای سفیدک یکی از خوراکای حتمی است که وقتی که عروس خانه داماد میبرند در منطقه کلو با همون طرفا، وقتی که عروس خانه داماد میبرند حتما اما خیش تبار عروس هم خیلی حولو قدشون گرفته میروند. اکنون من وایش نمیدونم که چی خصوصیت دارد، لیکن خوراک بسیار مهمی در عروسی است. انا بعد زنهای حلواپز بود از زمان پیش، یعنی نه همه حلوای خوب پخته میتوانست. انا توسط این عید ما فهمیدیم که در نیویورک جمعیت تاجیکان حلواپز ماهر داشته است. اینم چشم. انا این معلومات بسیار مهم، چون که حلوای نه همه آماده کرده میتواند و چنین خوش لذت میشد. لیکن واقعا فیروز همه خوراکای صرف تاجیکی هستند، کوهستانی هستند. تاجیکان مثال خوراکای کوهستانی با فرق میکنن. اما خوراکایی که صرف کوهستانی هستند در خانه که خدایدا دویم هستند. خروتوبی همون کوهستانی، انا دالدا میگن. یک دفعه شیره خوردیم، شیره با دالدا. اما خوراکایی که در کوهستان میشود و بسیار با یک مهر و محبت صمیمی تیار میشه در همین خانه هست. در همین خانه دویم هست. آفرین، اکای خدایدا خودش رو آماده کرده. آفرین. چون میکنم. سیر و اسرارش فهمیدین. چیلیاکم هنر است. چیلیاکم هنر. همه شب کم خودش میکنه. امید شما گفتید که در منطقه شما در تاجیکستان وقتی که عروس رو به خانه شوهرش گسیل میکند، خانواده عروس حلوای تر میکند. بله. باز در کدام موردها حلوا تهیه میشود؟ در این خوراک حتمی روز عید است. خوراک حتمی روز عید است و در جشن نوروز هم آماده میکنند. من خوراکی است که رمز جشن است. در طرفی صبح، در طرفی صبح دینا ما حلوای تر میگوییم. وقتی که در خانواده، در عائله یکم بودک به دنیا میبینم که حتما همین میگویم. رمز همون عید دارد. رمز شادی. اما یک چیز دیگر هست که در قسمت دوشنبه در برابر در روزهای شادی تهیه کردن حلوا، همچنین اگر یگان شخص گذرد، یعنی از دنیا گذرد، در روز 20 چکن میکنند و همین گونه حلوا تیار میکنند در قسمت دوشنبه. و میگفتند که روحی همون، یعنی از بس که این حلوا هنگام تهیه کردنش بوی روغن یعنی بیریان شدن ارد میبراید، همین بوی گویا روح و ارواح رو خرسند میکند. یعنی همه یک خصوصیت خوب و رمزی است و غذای با مزه است.
این بسیار خوب است که مثلا با آمریکا هم اومده اما انانای ترکیه گم نمیکنن. خونگی ما حالا که آمریکایش رفتن ما او با ویلکا میخوریم. این بسیار آدمی شو حلوای تر ما بهم حالا شما گویید که چه خیلی استفاده میبرید حلوای تر با کدام مقصد؟ گفتی شما همون وقتی که در یک خانگان خورسندی میکنن البته حلوای تر میکنن لیکن حتما عیناً روزهای عید با عرفه عید با میپسند. با این خانه یک عادت خوب دارد که همین کس اشتگی است که خیستانش با یک سدکه پر کده میتینده دست یک سدکه با کسی غیره دور باشه دو سدکه اگر همین 10 مایل دور باشه خانه دو سدکه. این معلوماتای پیشین است. سال گذشته مثال ما که همین خانه میمونی بیم که 2 هفته دیگه خوراک نمیخوره. اگه موضوع در باره حلوا اکی شوکت در قسمت عشق همین جمعه حلواها تهیه میکنی یا که باز اون فرق میکنی؟ کم تا فرق میکنه. از کدام نظر؟ مثلا رنگش فرق میکنه. من نمیدونم برای چی رنگش این خشتگی، لیکن طرف ما وقتی حلوای تر میکنن رنگش کمتر خاکستره زرد میشه. سرخچه است، روشن‌تر است. هم خیلی و با فکرم تنوکتر است، درست؟ تنوکتر رو شیرین‌تر میکنن. اما در قسمت دوشنبه و مردم ونکی کوهستان شیرینی بسیار مردم دوست نمی‌دارند و آنها شیرینی معتدل دوست می‌دارند. اما در قسمت سوخت در قسمت شمال واقعا هم حلوای تر خیلی شیرین است، یعنی تا حدی که حتی گلویت بعضا میسوزاند.